شما هم انشالله که شب خوشی رو پیش رو داشته باشین. متشکرم. آقای امیری چند جان. سالته؟ من 26 سالمه. چند سال؟ 26 سالمه. درود بر شما. یعنی متولد 1362 باید باشی یا 3؟ 63. 63. اهل کجا هستی؟ من اهل شهرستان ایزه. ایزه. آقای امیری قبول داری انسان تو زندگی این همه زحمت کشیده، شما رو دارم میگم، در مثلا زمینه وشو این همه شبانه روز اینور اونور مسابقه، بعد یه مدالی رو به دست آوردی. این مدال هم مثلا میذاری که دوستات، فامیلات، رفقا که میان وقتی میبیننش تو احساس بکنی که کاری که انجام دادی چقدر کار خوب بوده. ولی شما تمام این لذت ها رو گذاشتی کنار، بردی جایی تقدیم کردی که من نمیدونم انگیزت چیه. دوست دارم بدونم و عزیزان بیننده‌ام واقعا از انگیزه شما بابت این کار قشنگ و نمادینی که کردی به هر حال بیشتر آشنا بشم. بله، من در رشته کیک بوکسینگ، ببخشید، رشته کیک بوکسینگ فعالیت میکنم. ببخشید من اشتباه گفتم وشو. آره، کیک بوکسینگ. کیک بوکسینگ، بله ببخشید. بله. من شرمندم. من با 2 بیت شعر از آقای امام رضا شروع میکنم. کسی قدم به حرم بی مدد نخواهد زد، بدون واسطه دم از احد نخواهد زد. گدای کوی رضا شو که آن امام رؤوف، به سینه احدی دست رد نخواهد زد. باریکلا. میلاد شمس الشموس و انیس النفوس گل باغ زهرا حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام را به شما و تمام شیعیان و دوستداران اهل بیت، خصوصا هم استانی های عزیزم، تبریک و تهنیت عرض می نمایم. من صدای شما رو ضعیف میشنم، همکاران لطف کن صدای امیری رو بیشتر. بله بنده در خدمت شما هستم. آقا من جسارتا خیلی نمیخوام وقت شما رو بگیرم، دوست دارم شسته رفته برام جا بیفته. انگیزه امیری عزیز، انگیزه آقا مهدی گل از این که مدالاشو تقدیم آستان قدس رضوی کرده چی بوده؟ انگیزه بنده، من در حقیقت یه ارادت خاصی نسبت به آقا امام رضا علیه السلام دارم و از اینکه به عنوان خادم من قبول کرده خیلی خوشحالم و انگیزم این بود که نیت کرده بودم که اگه انشالله شروع به مربیگری کردم و زمانی که هم مربیگری رو شروع کردم و پیش خودم یه عهدی بسته بودم که این مدال ها رو اهدا کنم به موزه آستان قدس رضوی و من انسانیت و خود به قولی شخصیت انسان رو در بخشش خصلت مردان بزرگ است و من هم به این نیت که ارادت خاص نسبت به آقای امام رضا علیه السلام داشتم این مدال ها رو اهدا کردم. خیلی ممنونم، متشکرم از شما جناب آقای مهدی امیرفرد عزیز. به هر حال این هاست که اسم ما، نام ما رو در تاریخ ماندگار میکنه. اینجور مسائلیه که سالیان سال مردم از ما یاد میکنن. من برای شما و خانواده عزیزت آرزوی موفقیت میکنم. انشالله همه ما جوانای خوزستانی و ورزشکارها حداقل این حرکات نمادین کسایی مثل آقای مهدی گل رو ببینیم و در زندگیمون تاثیر بگیریم. با شما خداحافظی میکنم آقای امیرفرد. شب خوبی رو براتون آرزو دارم. همچنین برای شما و دوستانتون. خواهش قربان شما، خواهش میکنم. ممنونم. عزیزان بیننده بریم و آرم مسابقه امشب رو ببینیم. این بهزاد خیراللهی میخواد امشب چه کار کنه. گفته امشب بخوام متفاوت اجرا کنه، ببینیم این متفاوتش چجوریه.